دوستانی عزیز سلام علیکم. با شما هستم خاصیت شارونسکی مастери شرکت اتمی. دوستای عزیزم بسیار نفرها میگن که بیوم فرزند من رегистрация کن، خش من رегистрация کن، اوچای من رегистрация کن و یاردم که پیش رود. در شرکت اتمی این خیلی پیش رفتن نمیشه. اگر خیلی پیش رفتن میشید فرزندای خودم پیش میرفتن. به چه خاطر؟ به خاطر که در این شرکت وقتی که کار میدروین شما باید همیشه در فکری پیش بردن کماندتون باشه. شما نمیتونه که 10 شاخه را پیش برین. در شرکت اتمی همگی دو لینیا هست، دستی راست، دستی چپ. شرکت اتمی مثل آفتابک آدم رегистрация نمیکنه. در بعضی شرکت ها آفتابک رегистрация میکنن و هر یک نفری باید آدم دادن در کار. نورهای آفتاب زیاد شد، آدم هم زیاد در کار. در شرکت اتمی این خیلی نیست. بینارنای سیستم های یعنی که دو لینیا ده، یک تدایش آدم میتی، هر نفری که آدم آورد تک به تک رفتن میگیره. اصلا در شرکت اتمی شما باید همگی دو نفر بیارید، دو نفری فعالی که کار کرده تونن. اگر شما دو نفری را میبیارین که عموما معلومات نداره، از صندوقشون گرفته پاسپورتشون رегистрация میکنن، پس کار شما تماما پیش نمیره. و شما باید دو نفر بیاری که فعال باشن و هر نفر دو نفری فعال بیاره کماند شما پیش میره. و اگر که کماند شما پیش نرفت یعنی که کسانی به شرکت وارد شدگین در کماند شما که عموما کار نمیکنن. و همه خوبیش در شرکت اتمی همیه که در یک سال همگی یک بار خرید میکنید در مبلغ 200 سوم. شما میتونید توصیه نزدیکاتون در محصولات را از جمله زبنای پاست، щетка، شامپون، همه چیزایی که همه روزه در زندگی مردم در کارای و نگفتن نمونه که صفت اعلا داره خیلی کاره میبیه. برای همین دوستانی عزیز در شرکت اتمی تنها نفرای کار کرده میتونن که خودشان وارد شرکت باشن. این خانه که ویرا رегистрация کنه یگان کس دیگه کمانده ویرا پیش بره، این گونه ناممکنه. انا برای همکاری در شرکت ما میتونه رقم ماده نویسی ماش ماده اویدی کار پر میفهمونم.